چگونه هر روز بتانیم به هدف خودمان نزدیکتر و نزدیکتر شویم؟ بسیاری از مردم فکر میکنند که افراد موفق انگیزه بسیار کلان دارند، انگیزه بسیار قوی و قدرتمند دارند، در حالی که حقیقت چیزی دیگه است. انگیزه میآید و میرود، اما چیزی که به معنای واقعی در زندگی ما و شما تغییر ایجاد میکنه انضباط شخصی است. اگر میخواین بفهمین که چطور میتونیم بدون انگیزه به هدفمون برسیم، لطفاً تا پایین ویدیو با ما همراه باشین. سلام دوستان خوب و یاران مهربان، خوش آمدین به کانال ضربان فکر. اینجا قرار است هر روز یک قدم به سمت نسخه بهتر خودمان نزدیکتر شویم. به خاطر رسیدن به هدفمان بدون انگیزه به یک سری کارهایی نیاز داریم که باید او را انجام بدیم. اولین کاری را که به خاطر رسیدن به هدف باید انجام بدیم است که به انگیزه اعتماد نکنیم، چون انگیزه اصلا قابل اعتماد نیست. اگر قرار باشه هر روز منتظر انگیزه باشیم و هیچ کاری انجام ندیم، روزهای بسیار زیادی را از دست میدیم و کارهای بسیار زیادی انجام نشده برمان باقی میماند. افراد موفق به اساس برنامه عمل میکنند، نه احساس. پس بنابراین اگر بخوایم موفق شویم باید مطابق یک برنامه تدوین شده و منظم روزانه فعالیت ما را انجام بدیم و منتظر انگیزه اصلا نباشیم و از لحظه لحظه عمرمان استفاده مثبت بکنیم و کاری را مطابق هدفمان انجام بدیم. اگر اولین بار است که ویدیو ما را تماشا میکنین، لطف کنین کانال ما را سابسکرایب بکنین و بریم به طرف ادامه. دومین کاری که به خاطر رسیدن به هدفمان ما را کمک میکنه و باید او را انجام بدیم این است که از کارهای کوچک شروع بکنیم. به جای تصمیم‌های بسیار کلان و تصمیم‌های بسیار بزرگ باید هر روز فقط یک قدم کوچک برداریم. همین قدم‌های کوچک به مرور زمان نتایج بسیار بزرگ خلق میکنند و ما را از نتایجشان شگفت زده میکنند. پس به خاطر رسیدن به هدفمان باید هر روز یک قدم کوچک برداریم و یک کار کوچک انجام بدیم تا اینکه ما به هدفمان برسیم. سومین کاری که به خاطر رسیدن به هدف ما باید انجامش بدیم و خیلی هم مهم است این است که ما باید شرایط اطراف خود، شرایط ماحول خود به نفع خودمان تغییر بدیم و مطابق برنامه و اهداف خودمان تنظیم بکنیم. به عنوان مثال اگر میخوایم که رشد بکنیم، اگر میخوایم شخصیت خوب و بهتری داشته باشیم، خب باید پادکست های آموزشی و انگیزشی و شخصیت سازی میبینیم دیگه، نریم دنبال چرندیات صفحات اجتماعی. و اگر میخوایم کتاب مطالعه بکنیم باید کتاب را دم روی چشمای ما بانیم که هر لحظه دم روی چشمای ما باشد. و اگر میخوایم از گوشی موبایلمون کمتر استفاده بکنیم، خب باید گوشی موبایلمون را دورتر از خودمون بگذاریم و دورتر از دسترسمون بمانیم که هر لحظه گوشیمون در دسترس ما نباشه. او چیزهایی باید در دسترس ما باشه، در مقابل چشمای ما باشه که ما را به سمت هدفمون راهنمون میشه و ما را کمک میکنه که به هدفمون برسیم. و اگر بخوایم یک ورزشکار قدرتمند و سالم باشیم، خب باید پادکست های آموزشی و ورزشی ببینیم، باید حرکت ها را بسیار خوب یاد بگیریم. چهارمین کاری که ما را در رسیدن به هدفمان کمک میکنه این است که دنبال شرایط ایدئال نباشیم، دنبال فرصت مناسب نباشیم، دنبال شرایط بهتر نباشیم، منتظر فرصت های بهتر نباشیم. بهترین زمان و خوبترین زمان برای شروع یک کار همین امروز است و همین لحظه. باید از همین لحظه شروع بکنیم، همین امروز غنیمت بدانیم و از همین دقیقه عمرمان استفاده درست بکنیم و هدفمان استارت بزنیم و شروع بکنیم با قدرت حرکت بکنیم به سمت هدفمان. پنجمین کاری که ما باید انجامش بدیم و این کار ما را در رسیدن به هدفمان کمک میکنه و فوق العاده مهم است، این است که کمالگرا نباشیم. کمالگرایی را از ذهنمان بکشیم بیرون و ما باید به استمرار و تداوم ایمان داشته باشیم و باور داشته باشیم. شاید برای شما اتفاق افتاده باشه، برای من خب بارها اتفاق افتاده. اگر یک روز نتونستیم که مطابق برنامه کارهای ما انجام بدیم بنابر دلایلی، یا در کار خیری کسی مصروف شدیم یا در کار شر کسی مصروف شده، برنامه ما مانده، امی یک روز باعث شده که تمام برنامه های بعدی ما به هم بخوره. و من فکر میکردم که اگر یک روز یک برنامه ما نتونم عمل بکنم بهش،
تمام برنامه ما به هم خورده، در حالی که چنین نیست. هیچ چیزی 100% ما در دنیا نداریم و از همه مهمتر ما انسان هستیم و در جامعه باید زندگی بکنیم و نسبت به جامعه ای که درش زندگی میکنیم مسئولیت داریم. ما مسئولیت داریم در کار خیر مردم برسیم، در کار شر مردم برسیم. ما اتفاقات ناخواسته را در زندگی خود تجربه میکنیم. یکی از دوستان ما فوت میکنه، یکی از دوستان ما عروسی میکنه و اشتراک در اونا به ما یک کار فوری هست و باید فوراً به اون کار رسیدگی شود. اینجا هر برنامه ای را که داریم باید بگذاریم کنار و بریم به کار فوری رسیدگی بکنیم. و این یک روز اگر چنین اتفاقی در زندگی ما میفته، این به این معنا نیست که ما تمام برنامه ما رو به هم بزنیم بگیم برو نشد دیگه، یک روزانه خطا خورد، سلسله زنجیر اهداف ما و برنامه های ما خطا خورد، دیگه نمیشه. این کار درستی نیست. ما باید دوباره شروع بکنیم، از فردا از همون نقطه ای که بودیم شروع بکنیم و ادامه بدیم و دقیقاً همین استمرار است که باعث میشه ما به هدفمون برسیم. اگر اولین بار است که ویدیوی ما رو میبینین، لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنین و در مسیر موفقیت با ما همراه شوین. و به یاد داشته باشیم که موفقیت نتیجه یک تصمیم بسیار کلان و بزرگ نیست، بلکه نتیجه صدها تصمیم کوچک و درست است که هر روز تکرار میشن و ادامه پیدا میکنند. از امروز فقط یک قدم کوچک بردار، شاید همین یک قدم کوچک بتواند تمام مسیر زندگی را تغییر بده و تو را به سمت هدفت راهنمون شوه و به هدفت برسان. تشکر از اینکه تا اینجا با ما همراه بودین. اگر دوست دارین هر روز یک قدم به سمت نسخه بهتر خودتان نزدیکتر شوین، لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنین، لایک و کامنت هم یادتان نره. تا دیداری بعد، خدا حافظ و ناصر شما.